گریه‌آور ناله منیژه جمال به خاطر خیانت بزرگ اجمل حقیقی. اجمل حقیقی چرا منیژه جمال را در پاکستان ترک کرد؟ شکایت رسمی و باور نکردنی منیژه جمال از اجمل حقیقی. رازهای ناگفته زندگی جنجالی اجمل حقیقی و منیژه جمال. اجمل حقیقی اکنون کجاست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. اجمل حقیقی یکی از مدلان موفق و یکی از چهره‌های شناخته شده و مشهور در میان جامعه رسانه‌ای و جوانان افغانستان بود. اجمل حقیقی با کارهای هنری‌اش از سن نوجوانی آغاز کرد. هرچند وی پشتون می باشد و مخالفت‌های فراوان سر راه کارهای رسانه‌ای اجمل حقیقی بود، ولی اجمل توانست در کابل رشد کند و بندی از لباسهایش را ساخت. اجمل حقیقی در افغانستان دختران و پسران فراوان را آموزش مدلینگ میداد. وی بعد از تحولات سیاسی در افغانستان برای مدت 6 ماه زندانی شد و دلیل زندانی شدن اجمل حقیقی اهانت به قرآن پاک بود. اجمل حقیقی بعد از آن که از زندان طالبان آزاد شد و یک بارگی به پاکستان سفر کرد و در پاکستان با منیژه جمال دوباره به فعالیت‌های رسانه‌ایش آغاز کرد و همواره برنامه‌هایی در کانال یوتیوبش نشر می‌کرد. رفتار عاشقانه اجمل حقیقی با منیژه جمال بارها مورد حمایت گسترده‌ای قرار می‌گرفت. اما جالب اینجاست اکنون اجمل حقیقی به جرمنی سفر کرده است و منیژه جمال را در پاکستان رها کرده است. منیژه جمال در حالت بعد در پاکستان زندگی دارد و همواره در صفحات مجازیش از اجمل حقیقی شکایت کرده است. ولی ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این جوانان کشور خود از بارگاه عزت الله استدعا داریم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان اجمل حقیقی و منیژه جمال به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.